خوشگل که اومده اینجا مامانش بیدار کنی. خیلی خوشگل مامانه، خیلی خوشگل مامانه. ساعت چنده؟ بخوابی بیشتر، بخوابی منش بیشتر. یه پایی بخوابی بیشتر. ساعت چنده تو این کار میکنی؟ ساعت 5. ساعت 5:07 صبح. تاریک هنوز. بیا پیشی. بیا اینجا. آفرین. بخواب شیطونی نکن. مجبوری نکن. بیایید. صبح بخیر. بچه ها بیایید دون بخورید. بیا دونه بخور با پلاستیک. بخور. اینا 3 خواهران غریب هستن. خیلی هم دخترای خوبی هستن. اینم شوهر جونشونه. اعصاب نداره، همش اینو میزنه. این خروس قرمزه رو اونم مرض داره، اونم بقیه ها رو میزنه. اینجاست که میگن دست بالای دست بسیاره. بیا. اون الان رفت خروس رو نک زد. اردکه رفته سر وقت. اینا کلن من امتحان کردم. اون اردکی که همه رو میزنه رو یه بار سرش رو بریدن، یه اردک دیگه اومد جاشو گرفت. تو خروس هم همینطوری. یه خروس بد اخلاق سرش رو بریدن، یکی دیگه جاشو گرفت. الان این خروس سفیده رئیس مزرعه است. اینو اصلا کسی کاری نداره باش. این خیلی هم با شخصیته. الکی دعوا نمیگیره. خانم اردکه که اینطوری فاز گرفته، این روی تخم خوابیده. چند روز دیگه جوجه اردک تحویلمون میده و مزرعه رو پر انرژی میکنه. بچه های پر انرژی دونخور. فلاکسم افتاد شکست. بدون چایی میریم ماهی گیری. بکنم امروز هم باید صبحونه رو برم قهوه خونه. شما رو خواهم بفروشم. با مدرک خواهم شما رو بفروشم. آقای حجت قربانی، محسن محمدی، آقای حسین محمدی، آقای رضای نیکبخت، آقای علی محمدی،
حاج علی محمدی ya dediği şey söylemedim. Ha budur. Bana Ayşe reisi. اونطوری که میبینید من تنها کسی که اومده ماهیگیری نیستم. چند نفر دیگه هم اینجا هستن و ماهی هم خیلی کمه. حالا من که اومدم تا اینجا میرم پایین یه چند تا تور میندازم، یک ساعتی میمونم. ماهی تو گردنش زنگوله نداره، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. رودخانه تعطیل. بله حاج آقا میگه که رودخانه با این وضعیت تعطیل، ماهی خبری نیست. بستن حال تعطیله. ایشون تجربهش بیشتره. بستن طول بستن. به هر حال ما میریم پایین یه خورده هوا میخوریم دیگه با اجازه حاج آقا. آره حجت قربان کلی عمل جمع کرد. Hükümiyeti büyütü. Canım kadar maç kışın değil mi? Ama gireyim misin? Ağırına bu şuradan. Bisti. Hocam bu. Vay kanım kıdı bir girim. Ama gireyim ama bugün ne var? Bu da ne kurang bir. Bugün dönüştü gülü. Bakın böyle var mı? Hoca can ayın taşıdan ama diyor. Bu natija bu. Bunu yakı hocayı. Ya bunu ben öyle şey. اینجا اصلی نمیشه دیگه خدا سر بزنید. چادیکیه با هم چطور دیگه موجود. فیلم هم خارجی هستند، ایرانی نیستند. Ama şuradan düşen neydi? Bizi dışarı vurdu. Davadi درست. مردشون بیجار کن. جمع یه Kocan hava kulübü yerine Maksat bize de. akşam boğazıcı kulübü. Kim diyor? Akşam bize. Koymamışsın. Bu da kaydı. Akşam mağazın bunu başlayalım. Abi şu saat. Almışka namu ay kulübü gidiyor ama. Ama nama sigara içeride bekliyor. Mesela burada kulübü giymiyor buna. Abi bütün abi. Abi bütün. Kaç mı kalktı? Ya mesela burada kulübü biliyor. Nasıl hareket ediyorlar? Nasıl ediyorlar? Ana hamam polisi kopacak. Ana polisi. Yani hadi video ka miya hai baka tabu. Ha? Aşkı bana aşağıdan edeceğim ya. Ne yedim ha iyi ya. Alın da abi. Amma neymiş ne amma. Ne bileyim sen şu da bileyim. به به جای شما خالی. یعنی من فکر کنم توی ایران یه همچین آبگوشتی با این همه سابقه اصلا نیست. بیش از 35 سال اینا سابقه پشتشون. ماده چند سال شما قهوه‌خانه داری که آبگوشتشون چکنی؟ 27 سال. تقریبا از موقعی که من شلواره کامرا گردستیم دو شما من 10 سال داشتیم شما شروع بکنید و ما اینجا خیلی خاطره داریم از این آبگوشت خیلی خاطره داریم. حالا مسنترا که میان چایی بخورن اونا بیرون نشستن اونجا میشینن چایی میخورن که برای صبحونه ما هم میاییم اینجا مثل این دوستمو صبحانه میخوره و میره سر کار کشاورزی. اینجا توی روستای ما خیلی ها اینطوری خوش سلیقه‌ان و حالا من جلوترم میرم جلوی خونه های دیگه رو هم بهتون نشون میدم که اینطوری گل میکارن، درخت میکارن. درخت های میوه هم بغل دیوار هست به شکلی که میشه رهگذران میوه بکنن و هم خیلی ها بیرونه
در خونهشون میکارن. الان اینجا این پشت مثلا درخت خرمالو هست، لیمو شیرین هست، پشتش انگور ژاپنی هست که رهگذرها اینا رو میچینن. چقدر قشنگ جلوی خونه رو گل میکارن اینطوری. الان پشت این گلا اونجا رودخونه است، ولی چند تا پرنده های وحشی از خانواده چنگر و اینا توی رودخونهش زندگی میکنن. من سعی کردم از اون پرنده ها فیلم بگیرم، نمیشه، همش فرار میکنن. با دوربین، با این گوشی نمیشه این کار انجام داد، دوربین حرفه‌ای میخواد. اینجا یه خونه دیگه، اینا همه در امتداد همدیگه هستن. ببین از اونجایی که من شروع کردم اون تاکسی مشخص بود. اینجا هم یه درخت انبه بزرگ دارن که میوه‌هاشو وقتی که میرسه رهگذران میتونن بچینن و نوش جان کنن. نه اینجا درختای نارنج و پرتقال محلی سر خیابون کاشتن. این هم جلوه روستا رو خیلی قشنگ میکنه و کلا عالیه دیگه. هم خودشون استفاده میکنن، هم فامیل و رهگذر رو میتونست همین تیکه زمین خالی بیفته، علف بزنه یا حتی علف هم نداشته باشه. اما با بذر نارنج، این الان همین خونه مادر بزرگ مینا هست. اینجا خونه مادر بزرگ مینا. این درختارم پدر بزرگ مینا اینجا کاشته، چون میدونم اینا رو با بذر نارنج پرورش داده. میگم یه روزی بذرشو کاشت و تا سالهای سال همه استفاده میکنن. همونطوری الان اون پراید اونجا معلومه. این در ادامه همون جاده من اومدم. ببین اینجا درخت خرمالو هست، اونجا جلوتر اون درخت کیویه، بعد اون درخت پرتقال هست. همونطوری توی این کوچه ها جلوی همه این خونه ها همین شکلی درخت های میوه و گل میکارن. و خلاصه که روستایی های اینجا که البته از خونه های اینجا مشخصه، اینجا دیگه به اون شکل روستا نیست. خیلی هم اینجا زمیناش و خونه هاش اینا گرون قیمت هم هستن و برای فروش خیلی نمیذارن. این هم کیوی ها که گل دادن. اینا هم روستایی ها که میرن سر کارشکر هم داره. درخت انجیر اینجاه. این ویلای خوشگلم ویلای دایی منه. و جالب اینه که بدونید اینجا کلن توی این روستا قومی قبیله‌ای که ندیگه، این مال اهل دایناسورای طایفه‌ایه بیشتر. در ادامه این جاده یعنی تقریبا 100 متر 200 متر دیگه خونه منه و اینجا چند تا خونه های دیگه هستن. همسایه های منم که توی این خیابون هستن از این منظره لذت میبرن. جلوی خونه های ما این شکلیه، تا چشم کار میکنه. شالیزار هست و جالب اینه که این شالیزارها تو هر فصلی یه شکلی هست. الان این شکلیه، یک ماه دیگه کاملا سبز میشه، بعد تابستون این کامل همه یک دست زرد میشه، بعد زمستون که میاد این زمین ها توشون آب میگیره. مثل الان توی این بجار برنجا که این شکلی آب هست، اونجا آب میگیره، اون وسطا بیشتر آب میگیره. یه سری اردک ماهی و اینا میاد اونجا تو فصل زمستون. بعد مرغابی و غوب و اینطور چیزا میاد اینجا. البته ما نمیذاریم اینا رو کسی شکار بکنه، فقط برای قشنگی و اینا مراقب اینا هست. و رسیدیم به خونه من که ورودیش اینجاه و من جلوی در خونه اینجا چند تا انار کاشتم. این انارا امسال سال اولیه که خوب بار میده. پارسال هر کدومشون یه دونه بار اینا داده بود، میوه داده بود.
بعد اونجا جلوی خونه سرهنگ چند تا درخت انجیره. اون همسایه اونوری من اون یه سرهنگ بازنشسته است که آمریکا زندگی میکنه. همسایه اینوری من هم شورای شهر اینجا است، شورای روستای. باحال‌ترین قسمتش هم اینه که از خونه من به بعد تا 150 متر 200 متر دیگه خونه ای نیست. جودی ساکت، منم جودی. از خونه من به بعد تا 150 متر 200 متر دیگه هیچ خونه ای نیست. پشت اون شالیزارا 100 متر 200 متر اونور خیلی چند تا خونه های دیگه هست. بعد قبل اینم که دیدید همسایه من اونا هم 100 متر با من فاصله دارن و من بهترین جای این روستا تک و تنها هستم کلا اینجا. ببین این شکلی اینجا هم حسابی شلوغه. یعنی من به خاطر یک ویدیویی که میگیرم، ویدیو 10 دقیقه میگیرم 2 ساعت و حتی بیشتر وقتمو میگیره. منتظر میمونم این محلی ها که میرن یه لحظه ساکت میشه، یه چند ثانیه، یه 10-20 ثانیه فیلم میگیرم، باز صدای موتور یا تراکتور میشنوم، استوب میکنم با اینا رد بشن، شروع میکنم. بوس یه دونه بوس، یه دونه بوس کنم. نه یه دونه خوبه. این بره برای نهار، این هم برای نمک سوپ شدن. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil